با نام خدا. سلام، ظهر بخیر. با وجود خبر مربوط به تمدید نشدن گواهی سپرده 30%، ولی باز هم بازار سهام مردد بود. در برنامه امروز با آقای همایون دارابی، مدیرعامل سبدگردان داریوش، در مورد شرایط جاری بازار و چشمانداز آتی اون گفتگو خواهیم کرد. به جمع‌بندی بازار امروز چهارشنبه 10 بهمن ماه 1403 از تهران، پایتخت ایران، خوش آمدید. با آرزوی خیر و سلامتی برای ایرانیان و خدا قوت به فعالان اقتصادی و فعالان در بازار سرمایه کشورمون. امروز در یک روز بین التعطیلی قرار داریم و شرایط هم برای بازار سهام یک مقدار کم رونق بود. بالاخره امروز طبق گفته وزیر محترم اقتصاد و نامه بانک مرکزی گفته شد که نرخ گواهی سپرده 30% بانک ها که مؤثرش می شده 34% و پارسال همچین موقعی بود که 11 بهمن بود که ایجاد شد، قراره به 25% تقلیل پیدا کنه. ولی خب یک سری اما و اگر داخلشه که گفته شده بستگی به طرح داره و دست بانک ها باز گذاشته شده که اگر اون طرح سودآور باشه میتونه تا 30% هم بره، یه جورایی بین 25% تا 30% شناوره. خود خب بازار داره وزن میده به اون 30%. خب قبلتر فعالان بازار انتظار داشتن که طبق قولی که رئیس کل بانک مرکزی داده بود این نرخ به 25% کاهش پیدا کنه، ولی خب شرایط پولی کشورمون و همچنین انتظارات تورمی به گونه‌ایه که سیاستگزار پولی که وظیفش در ابتدا کنترل تورمه یک مقدار اعتماد به نفس در واقع کاهش این نرخ رو نداشته باشه. خب یه طرف دیگه هم خب در صندوق‌های با درآمد ثابت در بورس خودمون داریم می‌بینیم نرخ‌های 34%، 33% به راحتی داره پیشنهاد میشه. لذا به نظر من اصلا این نرخ 30% هم باشه که مؤثرش میشه با 34%، بازار سهام خیلی نباید براش فرقی کنه و از این بابت ریسکی داشته باشه. من در مورد جزئیات این مسئله از آقای دارابی خواهم پرسید. مطلب دیگه ای که این روزها خیلی داغ شده بحث پلتفرم‌های معاملات طلا هستش که پشتش خب یک طلا فروشی قرار داره، مجوز رو میگیرن. الانم که مجوز گرفتن از وزارت سمت راحت شده که البته اتفاق خوبی هستش این که راحت بتونه مجوز گرفته بشه، اما اگر در هر جای دنیا هم مجوز راحت میدن نظارت خیلی کافی وجود داره. بله در دنیا هم مجوزها رو خیلی یه روزه، 2 روزه، 1 ساعته، 2 ساعته میدن، ولی کامل نظارت میکنن که اگر اتفاقی بیفته با شدیدترین وجه ممکن با اون در واقع کسی که اون کار رو انجام داده برخورد میکنن. ما هنوز خاطرات سکه سامن رو در ذهنمون داریم که چه اتفاقی افتاده و خب الان میبینیم که به هر حال این پلتفرم‌های یا این سامانه‌های معاملات طلا هستین، در حالی که ما در بازار سهام تمام صندوق‌های طلایی که ایجاد شدن مدیرانشون کلی رفتن سازمان بورس حواسش به نظارت اینا بوده. حالا من قبلش با همایون اینجا صحبت می‌کردم، همایون راست میگم ما اصلا در واقع سبدگردانه ما، حالا جزئیات البته بذارم خودش بگه، بذارم اصلا یه تیکه رو خودش برامون کامل بگه، ولی به هر حال ما چند وقت پیش می‌خواستم بورس کالا رو تعطیل بکنن، جایی که شفاف بود. حالا الان پلتفرم‌ها اومدن بیرون و اتفاق خیلی عجیبی هستش. همچنان زنجیره کاهش تنش در خاورمیانه و خدا رو شکر در کشور ما فعال. مسیر عقلانیت به درستی در کشورمون داره بهش تاکید میشه. امید به صلح بیشتر از هر زمان دیگری در خاورمیانه وجود داره و انشالله مسائل کشورمون هم با دنیا برطرف بشه و مسائل یعنی بتونن دو سمت با هم بهتر گفتگو بکنن. روز شنبه هم یه پذیرنویسی
داریم یه سبدگردان جدید به بازار اومده، سبدگردان کسری، و قرار صندوق سهامی رونق کسری رو پذیرانویسی بکنه که به بالا در خود کارگزاری کیان هم کارش انجام می شود. در بازارهای جهانی نفت برنت $76 فلز مس 8994، اونس طلا 2795 و بیت کوین هم $102,651 در حال معامله هستند. شاخص کل بورس اوراق بهادار در یک روز تقریبا کم نوسان، یک کوچولو مثبت شد، بعد یک کوچولو منفی شد، به یه خروج پول خیلی کوچیک از سهام 0.2% شاخص منفی شد. 6171 واحد شاخص اومد پایین و در مرز 2,800,000 واحد قرار گرفت. 2,801,435 واحد شاخص هموز 0.3% منفی شد. ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی 7111 تا و 33 میلیارد هم خالص فروش رو در بازار سهام داشتیم. بازارمون خیلی کمجون و کم رونق در حال پیگیری هستش. تعداد نمادهای مثبت و منفی هم نشون میده بازار یک کوچولو متعادل منفی پیگیری میشد و خدمتتون عرض کنم که خبر دیگری نیست. بریم سریعتر با آقای همایون دارابی مدیر عامل سبدگردان داریوش در مورد شرایط جاری بازار و چشمانداز اون گفتگو کنیم. سلام آقا همایون، خیلی خوش اومدی به برنامه ما. مرد پرتلاش و دوست داشتنی، همیشه خندان و متبسم. خب همایون جان، در ابتدا ازت میخوام یه مقداری برامون تعریف بکنی که این شرایط جاری بازار رو چجور داری میبینی. امروز این خبر سپرده اومد، خب همه تو بازار انتظار داشتیم واو بریم مثلا بازار خیلی خوب میشه. دیروز صحبتای بالاترین مقاماتی که مقام کشورمون رو داشتیم، رهبری رو داشتیم که ایشون بر کاهش تنش، بر اینکه با عقلانیت مسیر رو باید بریم. خب برداشته از اینه که کشور در یک مسیری است که به هر حال به مسائل اقتصادی هم کامل آگاهی وجود داره و مسیر مدیریت انتظارات تورمی در پیش اصطلاحاً گرفته شده. من خودم صادقانه گفتم آخ چون صبح میام سر کار یه بازار توپ به پستمون میخوره و همه چی مثبت، ولی وقتی بازار رو دیدم این اتفاق نیفتاده. داستان چیه؟ عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم کیانکست. امیدوارم که به هر حال بحث خوبی امروز خدمتتون داشته باشیم. ممنون تلاشایی که برای فرهنگ‌سازی انجام میدید. به هر حال رسانه نقش مهمی داره و شما هم سهم مهمی از رسانه. ببین بازار، خب ما یه رشد خوبی رو تو بازار تجربه کردیم. وقتی به مرز 3 میلیون واحد رسیدیم، برای عبور از 3 میلیون واحد ما نیاز به یک انگیزه در واقع جدی یا یک محرک خیلی قوی داشتیم که بتونیم در واقع از این مرز عبور بکنیم. خب همزمان هم یک سری از مسائل و بحثا پیش اومد. حالا یه بحثی در مورد استیضای آقای همتی خب به هر حال نقش بسیار مهمی در بازار داشت. اختلافاتی که حالا مجلس و دولت هر از چند گاهی از خودشون نشون میدن، هرچند که دولت خیلی تلاش کرد نمیشه در واقع چشم پوشی کرد که آیه هم همتی در وزارت اقتصاد، هم آیه سیدی در سازمان و هم آیه فرزین در بانک مرکزی با هماهنگی هم تونستن در واقع یک لایحه بودجه‌ای رو ببرن که ما مقطع لایحه بودجه معمولاً هر ساله شاید یکی از کابوس‌های ما بود، ولی امسال در واقع این مسئله رخ نداد و خودش یک انگیزه‌ای شد برای رشد بازار. معمولاً هم به طور سنتی دهه مبارک فجر آخرین دوره رشد بازار هر ساله هست، یعنی بعد از 22 بهمن یا یکی دو روز این ور و اون ور معمولاً بازار ما درگیر کمبود نقدینگی پایان سال میشه. یعنی به صورت سنتی خیلی نمیشه دیگه از این ماه و ماه آینده بعد از حالا 22 بهمن انتظار در واقع رشد داشته باشیم. همزمان هم خب نمادهای بزرگ بسته بودن. امروز بازار میتوانست با توجه به حرفایی که بیان کردید، مقدمه‌ای که گفتید، به هر حال تو چند هفته مقام معظم رهبری هم تو بخش خصوصی و هم در مورد سیاست خارجی، سیاست کاملا در واقع روشن و شفاف و مطابق اون چیزی که بازار در واقع بهش فکر میکنه در واقع بیان کردن. به همین خاطر اگر امروز شاید بین تعطیلی نبود و یه مقداری به هر حال تاثیر این بین تعطیلی وجود نداشت، بازار میتوانست مثبت باشه. حالا از روز شنبه هم حالا تو شرایط در واقع دهه فجر این اتفاق احتمالاً خواهد افتاد، ولی یه چیزایی رو باید در نظر بگیریم. بازار ما 30% رشد کنیم میشه 1 میلیون واحد شاخص. بازار ما بیشتر از این که الان نیازمند در واقع حالا این جهش های اینطوری تو شاخص باشه و خب
نوع میدونی شاخص ما هم یک جوری هست در واقع که خیلی نوسانات شدیدی رو در کوتاه مدت نشون میده. یعنی معمولا تو 1 سال یا 6 ماه یا 3 ماه جهش فوق‌العاده‌ای میکنه، بعد برای مدت طولانی باید اون جهش رو حل بکنه در خودش یا حذف بکنه. الان هم همین هست. ما باید بیشتر بریم سراغ بالا بردن ارزش بازار. ببینید مثلا ما 5-6 سال پیش با بورس تداول عربستان یک مارکت تقریبا داشتیم. حالا ما یه مقداری به خاطر مسائل افت کردیم، اون یه آرامکو 2000 میلیاردی گذاشت، یه دفعه شد مثلا چیزی رو 20 برابر ما. حالا در حال اگر رقمی بگیریم و این خیلی اختلاف ایجاد کرد. ما الان تو اینجا داریم چی میکنیم؟ حالا ما اگه بخوام مارکت رو ببریم بالا میشه، ولی به نظرم ارزش کلی بازار باید بره بالا از طریق شرکت هایی که ما در بخش های بالا دستی داریم و اجرای اصل 44 که حالا مقام معظم رهبری هم تو این دیدار فعالین اقتصادی روش تاکید کردن که چرا به هر حال باز بعد از این همه سال همچنان ما تو خانه اولش موندیم و بعد از اون در واقع عرضه هایی که اون موقع انجام شد دیگه هیچ عرضه ای انجام نشد. در مورد نرخ بهره درست حالا بعد گفته میشه، ولی اون چیزی که الان ما تو بانک ها میبینیم کمبود نقدینگی هست و به طور سنتی هم میگم مثلا ماه کسری بودجه بانک هاست، ماه کسری بودجه صندوق هاست، ماه کسری بودجه تامین اجتماعی شرکت هاست، همه پرداخت ها همه اینا به هم میریزه و معمولا اون تیکه سال یعنی بعد از 22 بهمن تا عید نوروز معمولا بازار همیشه هم اگه نگاش کنید ضعیف هست و این نرخ بهره هر چند که شما حرفم بزنید، ولی من بعید میدونم که با توجه به اینکه سهم تورمی این یک ماه معمولا هم زیاده توی کیک تورم سالانه ما، سیاست انبساطی در پیش گرفته بشه یا در واقع نیاز بانک ها به اون معنا پاسخ داده بشه. به خاطر همین خیلی هم نمیشه هرچند که بیان میشود، ولی در واقعیت نمیتونه انتظار داشته که نرخ بهره. تنها انگیزه‌ای که الان میمونه باز شدن این نمادهای در واقع پتروشیمی هست که خب گروه پتروشیمی از 2 مسئله سود برده بود. یکی حالا بحث در واقع یوتیلیتی و مسائل جانبیش هست و یکی هم بحث نرخ دلار. یعنی اگر نگاه کنیم اکثر شرکت هایی که نمادشون باز هست یک تحولی رو در گزارش در واقع دیماهشون دارن نشون میدن و این در بهمن ماه احتمالاً پررنگ‌تر میشه، اسفند ماه باز پررنگ‌تر میشه و برای سال آینده وقتی این نرخ رو بخواید در واقع ضرب بکنیم جهش های خوبی رو میبینیم. به همین خاطر گروه پتروشیمی حالا اگر فلزاتی ها بتونن به مشکلات ناترازی انرژیشون غلبه کنن، معدنی ها و اینهایی که با در واقع دلار سر کار دارن و دلار 40,000 تومانی اول سالشون الان اومده هولوشش از 5-6 تومانی داره میشه، اینها یه تاثیر خوبی رو میبینن. شاید در واقع بتوانیم با این 14-15 تا نماد دوباره به مرز 3 میلیون واحد و شاید هم بالاتر از اون برسیم، اما آنچه که هست این است که ما در واقع بازی اصلی دوباره میفته برای سال آینده که همزمان میشه احتمالاً با مذاکرات سیاسی و خوشبینی هایی که فعلا وجود داره برای اینکه ما بتوانیم یک توافقی رو داشته باشیم. آمریکایی ها هم به نظر میرسه که در واقع بی انگیزه برای این توافق نیستن و تا الان آنچه دارن بروز میدن این هست که فعلا در واقع شما الان بیاید جلو، ما الان حاضریم، ما هم که داریم میگیم خب شما یه در واقع بداحتیایی کردید، باید ما هم کنار بیایم در واقع. و سیاست کلی به نظر میرسه که فعلا این نوید رو بده که ما در سال آینده از این نظر ریسک خاصی رو به بازار در واقع متبادر نباشیم و بریم جلوتر. احتمالا ما در فروردین ما تقابل هم گزارش های خوب، هم پیشبینی های خوب، هم یک مقداری باز شدن ابرها تو فضای سیاسی به ما کمک بکنه که اونجا یک رشدی داشته باشیم، ولی رشد اصلی رو ما باید در مورد ارزهای اولیه و اجرای دوباره اصل 44 ببینیم، جایی که بتونه مارکت عملاً عمق بیشتر و بزرگتری رو به دست بیاره. بسیار عالی. من وسط صحبتات نیومدم، متوجه شدم که طرفدار ارزهای اولیه هستی. ما که همیشه ارزهای اولیه رو دوست داریم و اصلا کلا هر ارز اولیه یک تنوع بیشتر در بازاره و همه شرکت هایی که ما داریم یه روز ارز اولیه شدن دیگه و
بازار باید این عرضه ها رو داشته باشه. حق شرکت هم هست، یعنی شرکتی که به یه بلوغی میرسه که میخواد در واقع بیاد وارد بازار بشه، این حقشه. ما نمیتونیم حق از شرکت بگیریم که بگیم تو نمیتونی از یک بنگاه حالا کوچیک بسته یا منطقه‌ای یا حالا حتی زیر منطقه‌ای به یک بنگاه ملی تبدیل نشیم. این حق بنگاه‌ست و تاثیر خیلی خوبی هم میذاره. واقعا بورس‌های منطقه ما هم با این ارزها دارن میرن. خب ببین وقتی بورس‌های منطقه‌ایمون رو نگاه میکنیم، شما عربستان رو مثال زدی، حالا قطر، امارات و سایر موارد، اینا جدیداً یه سری کارهای دیگه‌ای هم کنار این ارزها انجام دادن، دراشون بازتر شده اصطلاحاً. الان هم آرامکویی که شما مثال زدی سرمایه‌گذار خارجی فکر کنم مثلا در بورس نیویورک هم عرضه شده. نه تو خود تداول عرضه شد. تو همون تقابل دقیقش نمیدونم، ولی میدونم کلی سرمایه‌گذار بین‌المللی داره. درسته؟ بله. غیر از کشورهای حاشیه خلیج فارس، اونها به صورت غیر مستقیم است. بله. پس اینجوری نبوده که صرفا، یعنی یکی از مسائل مهم ارزهای اولیه مخصوصا برای شرکت‌های بزرگ این جذب سرمایه است. الان در بازار سهاممون نسبت به این ارزهای اولیه چند تا نکته رو فعالان میگن. یکی میگم اون شرکتی که این ارزها رو انجام میده عموما پولو میبرن بیرون و یه کسی بوده یا با یه هر چیزی یه شرکتی رو درست کرده، پولشو آورده، الان اینجا یه اگزیت میکنه، مثل اون چیزی که تو خارج از کشور فکر کنیم میان این شرکت رو بزرگ میکنن، طرح توسعه ها معنادار میشه. اینجوری نبوده. تو شرکت‌های خصولتی هم شاید تنها مزیت ارز اولیه شدنشون شفافتر شدنشون بوده، وگرنه که همون کارا رو میکنن، مدیرانشون هم با همون سبک و سیاق دارن انتخاب میشن. بانکی‌ها رو داره وزارت اقتصاد میذاره، فلزی از سمت وزارت سمت گذاشته میشه، خودرویی هم باز به همین ترتیب و عملا حاکمیت شرکتی اینام خیلی تکونی نخورد، هر کی هر کاری دوست داره میکنه، ولی خب به هر حال خدا رو شکر شفافتر شدن. اینجا نظرت چیه؟ به نظرت میشه این نوع ارز اولیه تو ایران رو با ارز اولیه کشورهای اطرافمون مقایسه کرد؟ آره، به این خاطر که ببین اولا که درست ما سرمایه‌گذار خارجی تو بازارمون نداریم الان، اما قیمت همون هم قیمت های اونها نیست. یعنی اگر ما مثلا سرمایه گذار خارجی داشتیم میچون این شرکت ها با این قیمت ها عملا وجود خارجی نداشتن، کما اینکه در بورس هایی که داریم میبینیم هم به لحاظ پی بی ای هم به لحاظ در واقع ارزششون وقتی مقایسه میکنیم، مثلا این سیمان تو عربستان، سیمان ینبو رو مثلا با یه سیمانی مثل حالا سیمان کرمان یا مثلا حالا یه سیمان بزرگتر صاف مقایسه بکنیم، اینو زمین تا آسمون اینا از ارزش فرق میکنن الان. و شما حالا آرامکو که بذاریم کنار، حالا تو بخش بالا دستی هست، سابیکو داریم، الحدیدو داریم که حالا این طرفش ما فولاد مبارکه رو داریم و حالا هلدینگ خلیج فارس یا هلدینگ پارسان یا تاپیکو، اینها رو ما داریم. اگر ما بازارمون باز بود یا یک روزی باز بشه، خب هیچ قیمت‌های ما در این حدود نمیمونه. الان یکی از زیر قیمت ترین اقتصادهای دنیا ما اقتصاد ایرانه. یعنی اگر با هر کسی بشینه نگاه کنیم، مثلا بگیم یه مثلا ملی مصر دارن با این ظرفیت یا فلان شرکت دارن با این شرایط و اونو مقایسه بکنیم با قیمتایی که تو دنیا هستن، بازار ما فوق العاده آندر ولیوه. و این رو ما در اقتصادهای بسته هم می‌دیدیم. مثلا در مورد شوروی در سال دهه 90 ما اینو تجربه کردیم که مثلا اونجا مثلا همین روسنفت یه چیزی در حدود تولید ایران رو داشت، مثلا 300 میلیون دلار قیمت می‌خورد. بعد الان مثلا یا گازپروم یا بقیه که حالا یا اون موقع سهامی عام بودن یا سهامی عام شدن یا دولتی بودن واگذار شدن، قیمت‌ها اون موقع هم فوق‌العاده پایین بود. اقتصادهای بسته قیمت‌های شرکت‌ها توش فوق‌العاده پایینه و بعد از اینکه حالا باز میشه قیمت‌ها جهش میکنن. پس یه مسئله اینه که ما اگر هم بسته هستیم، قیمت‌هامون هم در حد بسته بودنه، یعنی ما با قیمت جهانی که عرضه نمی‌کنیم. الان دومین مسئله اینه که وقتی شما میاد از سهامدار عمده تعهد میگیری که مثلا آقا من اولا که هم متعهد پذیرانویسی داری، همین که من یه دونه آپشن بهت میدم که سال دیگه بیام ازت 30% بالاتر بخرمش اگر نرفت و شما حقو دارید که سال دیگه اینو 30% بگیرید، اصلا پولی خارج نکرده که. یعنی شما عملا در واقع این همیشه این تهدیده هست که قیمت اومد پایین، آپشن اعمال شد، همون پوله رو بعد بس بدید، تازه یه چیزی هم شد مجبور بشی بذاری دافروش. اینه که واقعیت که پول خارج بکنه نه، چون به هر حال به اکثر این
سهامدارا معمولا دلایل شفاف کردن ارزششون در حال حاضر این کارو میکنن، چون قیمت مارکت ما هم الان پایینتر از قیمت بازار در واقع اولیه است. یکی از دلایلی که ما الان پالس رشد به بازار اولیه نمیدیم قیمت‌های بازار ثانویه مونه. شما هیچ کسی نمیتونه الان ببرید بگی من یه کارخونه سیمان بساز 6000 میلیارد بعد همون ظرفیت در حال کار بدون هزینه استهلاک مثلا 2500 میلیارد باشه. خب کسی نمیرن چین کاری بکنه. یعنی الان قیمت‌ها در بورس ما به گونه‌ای هست که پالس سرمایه‌گذاری در بازار اولیه به شما نمیده. هیچ شرکتی نمیتونه الان تو بورس پیدا کنید که قیمت بازار اولیه‌اش از الان ارزان‌تر در بیاد. مثلا بزرگترین شرکت هلدینگ خلیج فارس شما 50 میلیارد دلار حداقل هزینه شده ساخته شده، یا مثلا ستاره خلیج فارس 10 میلیارد یورو هزینه شده، بعد شما الان چه قیمتی دارید تو بازار می‌خریدش؟ کی زده سرش که بره الان تو بازار اولی با این قیمتا با سرمایه گذاری بکنه؟ و اکثرا کسایی که میان این عرضه رو انجام خوردیم دیگه، مستاجریم اصلش. نه منظورم اینه که به هر حال داری می‌خری دیگه. حق مالکیت که نمیتونی بگی من حق مالکیت ندارم دیگه. ببینید حالا من کاری ندارم شما یه سهم می‌خری یا 1 میلیون سهم می‌خری یا 1% شرکت می‌خری یا 100% شرکت می‌خری، به هر حال یه چیزی که با این هزینه ساخته شده. میخوام بگم که شما در نهایتش اینه که شما اگه یه ماشین مثلا بخوام معامله کنی دیگه زیر آهن قراضش که دیگه نمیتونی معاملهش کنی. من میگم توی ایران چون ما حاکمیت شرکتمون خوب نیست، مردم همون پولی که دیویدند میگیرن و همین ضرب و تقسیم 33-34% نرخ سوده، به راحتی میگن این با پی بی 3 بخوره، همون هلدینگ خلیج فارس با هر ارزش جایگزینی با همون پی بی میزنن میخرن. نه ربطی به چی نداشت، ربطی به این در واقع پی بی اینا نداره. ما مشکلی که بازار ما در واقع باعث شد که تو این فضا قرار بگیره بحث این بود که نتوانست هم با تورم مثل بازارهای دیگه بیاد بالا. خب چرا نتونست بیاد بالا؟ خب همون میگم سیاست هم قیمت گذاری دستوری بود برای مدت طولانی. ارزششون که شما میگید نرفتن اعتراض بکنن همشون. چرا این اعتراضی که میشد به طور دائم کجا نامش هست؟ چرا ما تو کدام ندیدیم؟ حالا مثلا صحبت‌های من حالا واقعا آیه رئیس اتحادیه در واقع کارفرمایان پتروشیمی که اون صحبت‌ها رو پیش مقام معظم رهبری کردن و گفتن شما در واقع 3 سال پارسال گفتید که نباید مجوز 3 سال طول بکشه اما الان 4 سال. خب ببین انجمن‌های صنفی واقعا در این حد دارن حرف میزنن و این حرف کوچیکی هم نبود و اینها به هر حال نشون میده که ما همه‌شون میدونیم که همه اینا در انجمن‌های صنفی یا در فعالیت‌های دیگه خودشون بیان میکنن. ولی اگر واقعا دولت، حالا چه دولت قبل چه این دولت، در واقع اجازه بده که بازار کار کرده سپر تورمی خودش رو نشون بده، مثل همین چیزی که الان در صنعت دارو دیدیم دیگه، شما ظرف 1 ماه اجازه داده شد که قیمت‌ها حداقل به مبنای معقولی بیاد بالا. دیگه عملا ارزش شرکت ارزش قبلی نمیشه. یا مثلا شما الان درسته حالا مثلا ارزه حالا مثلا 40 تومن اومد شد 60 تومن، حالا بازم البته تا 80 تومن بازار آزاد فاصله داریم. یا مثلا 30% شما به صنعت خودرو این دادی، البته همین الان ارزش متاسفانه 30% اومده بالا، باز اون خونسا میکنه. ولی اگه شما این رو اجازه بدید دیگه این اتفاق نمیفته که بگیم در واقع اون تاثیر تورمی وجود نداره، چون به هر حال شما وقتی پولتون میذارید تو بانک تاثیر تورمی سپر تورمی نداره عملا برای شما، ولی در سهام یا در مورد دارایی‌های دیگه این وجود داره. به همین خاطر پول زیادی هم از بیرون نمیره. از اون طرف هم با توجه به اینکه دیویدندها میاد داخل بازار و حالا سودها در مورد تقسیم میشه، عملا این بازار دوباره به لحاظ بالانس نقدینگی بعد از یه مدتی کاملا این حالت خودش به دست میاره. من ندیدم هیچ وقت بازار به لحاظ ارزی اولیه دچار مشکل شد. اون زمانی که بازار خیلی هم مشکل داشت ارزهای اولیه، مثلا روز بانک ملت که ارزی شد، مگه بازار چقدر وضعش خراب بود. ولی الان اگر نبودش ملت واقعا گروه بانکی مثلا ارزشی داشت. راجع به ارزهای اولیه موافقم، ولی حس میکنم یعنی طرفدار حاکمیت شرکتی موجود تو این شرکت‌های خصوصی. ببین الان گزارش اومده تو ایران خودرو کلی پرسنل بدون ضابطه توسط نماینده‌های مجلس حالا تو ادوار مختلف استخدام شده. کجا مدیران عامل این شرکت اومدن در این مورد برای من سهامدار که به قول شما 1 برگ 1 میلیون برگ سهم؟ خب معلومه منم در ایران سهام رو به قیمت همینش می‌خورم. ببین اگر این بیرون بود ما متوجه این مشکلات می‌شدیم. میگم عرض میکنم این شفافیت به هر حال کمک کرده، ولی ما تو ایران ارزون نمیگیریم. بها داره دیگه. ببین واقعیتش اینه که در اقتصاد چیزی که یک شب اتفاق نمیفته. ما یه چوب جادویی که نداریم بزنیم تو سر اقتصاد بگیم چیه این شب مثلا تبدیل شو به سوئیس مثلا.
خود آمریکایی‌ها یا خود اروپایی‌ها یا خود مثلا ژاپن و همین چین یا همین کره که امروز در واقع شما دارید می‌بینید، از 1000 بار از این سعی خطاها توش انجام شده که در واقع اومدن. پس ما بورسمون ارزونتر از بورس اونا نیست. من میخوام اینو بگم. نه ببینید، به لحاظ منطق ارزش گذاری پایین‌تری، خب اما تو میخوای بگی که این ارزش پایین‌تر در برابر ریسک بالاتره، این قابل بحث. در برابر ناکارآمدی، در برابر عدم بهره‌وری. همه که اینطوری نیستن که شما به هر حال ما اگر همه بازارمون که همگن نیست، همشون یه دست که نیستن. حتی در شرکت‌های دولتی هم ما یه عملیات یک دسته می‌بینیم. بله اونجا می‌بینیم پی بی ای هم بالاتر میگیره، شرایطش خواستن میشه. ولی من دارم عمومی صحبت می‌کنم دیگه. بعدم مضافاً بر این که وقتی میاد زیر نور قرار میگیره است که باید براش فکری بشه دیگه. بچه تو گریه نکنی که بهش چیز نمیدن که. اینه که الان مثلا صنعت خودرو الان چند سال ما زیر نور قرار بگیریم همایون تا بهش توجه بشه؟ همین صنعت خودرویی که داره میگی. نمیتونیم بگیم که چقدر طول میکشه که ما به یک توسعه پایدار شتابنده میرسیم. ما نزدیک 130-140 ساله که داریم توی این مسیر تلاش میکنیم که اتفاق بیفته. خیلی از کشورها هم شاید حالا تلاش میکنن، خیلی هم تلاش نمیکنن، ولی تعداد کسایی که واقعا به توسعه میرسن انگشت شمارن. نمیتونم بگم که مثلا ما تا کی میشه این اتفاق بیفته، ولی راه اینه. قبول دارم. به هر حال یعنی راه دیگه هم نداریم ما مثلا بگیم الان من میتونم از یه مسیر دیگه برم، واقعا نه، ولی راه توسعه الان همینه و باید بهاش هم داد. میدونی من نمیگم که ما وقتی تو ایران داریم زندگی میکنیم خیلی فرصت ها رو در دسترس داریم دیگه، نداریم. واقعیتش هم میدونیم که داریم یه بهایی رو پرداخت میکنیم. آره ولی نکته مردم اینه که بهاشو مردم نباید بدن دیگه. اون مدیران ناکارآمدی که باید کشور رو در واقع مسائل اقتصادیشو به این روز انداختن باید بدن. داده ستانده خود مردم با حاکمیتشه دیگه. خب ببین بریم تو همین قالب با هم صحبت بکنیم. این پلتفرم‌های طلا اومدن اما الان میبینیم که سطح شهر انواع و اقسام پلتفرما هستش، چون تحویل فیزیکی هم دارن یه جورایی مسئله گرمی بودن و تحویل فیزیکی بودن و اینام یه جورایی مردم رو داره قلقلک میده. داستان چیه؟ نظارته اینجا ما تو بازار سهام اینقدر با هم داریم دندونه به دندونه میریم جلو، بیرون دارن گونی و زدن زیر بغل و همه رو دارن جمع میکنن. متاسفانه همینه. من یه آماری بهت بگم نزدیک 500 تا شرکت الان ثبت شده که موضوع فعالیتشون همین کارهای در واقع پلتفرمی هست. حالا تعداد زیادی از پلتفرم‌ها رو داریم می‌بینی که خیلی قدیمیاشون که دارن تبلیغ میکنن مال اسفند 1402 هستن. یه مسئله وجود داره و اونی که شما زمانی که رشد اقتصادی نداری و تورم داری، سرمایه‌گذاری در طلا پربازده‌ترین سرمایه‌گذاریت میشه. حالا این چه تو دنیاست چه تو ایران. و تو این 2 سال اخیرم اگه نگاه بکنی این رو داریم، تو این 3 سال اخیر هم داریم می‌بینیم فکر کنم نزدیک 300% طلا رشد کرده. امسال هم که هولوش 92% دیگه آمار درست زنم باشه رشد کرده. خب پس یه مزیتی وجود داره، یه سپر تورمی جدی هست که شما در واقع میری اول ماه حقوقتو تبدیل به طلا میکنی و در واقع سعی میکنی از این سپر تورمی استفاده کنی، به خصوص اگه جهش در واقع تورمی تو به ماهی 2-3% برسه که خب میگم الان عملا هم این آمار داره نشون میده که هست. پس یه مزیتی وجود داره. اما اینکه این مزیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری است، اما اینکه ما این مزیت رو داریم از چه مسیری پاسخ میدیم، مسئله در واقع برنامه ریزه. ببینید ما زمانی که تو این بازار صندوق‌های طلا، گواهی سکه، گواهی شمش و اینها مطرح شد، معاملات آتی و اینها بود، برای یه مدت طولانی در واقع رگولاتور یا قانونگذار فکر میکرد بورس کالا داره به بازار خط میده. یعنی عملاً هم هی میومد محدودیت میگذاشت روی عملکرد بورس کالا. حالا یه مدتی اصلا میگفت حقوقی حق نداره بخره، یه موقع میگفت حقیقی مثلا اینقدر بخره، یه موقع معاملات آپشن رو تعطیل کرد، یه موقع فیوچر رو بالا میبرد، یه موقع اینو مثلا، یا مثلا هیچ وقت نیومد مثلا به اون معنا در واقع معاملات مثلا خورده حالا طلا و اینا. حالا جدیدن البته خب شمش مقداری پا گرفته، نقرم اومده، ولی اگه تو برگردی به 1 سال پیش مثلا میبینی محدودیت ها چقدر شدید بود. مثلا سبد حق نداره بخره، نمیدونم صندوق مثلا فلان و بسار از اینجور. و وقتی این محدودیت به وجود میاد و نیاز وجود داره، شما مسیر موازی به وجود میاد.
یعنی تقصیر شما هم نیست. شما میری مثلا میگی آقا من الان مثلا برای سلامتیم شیر لازم دارم، شیر بخورم، بعد قانون و قاعده گذاشته که مثلا هر کسی مثلا روزی مثلا 5 گرم شیر مثلا در بسته‌بندی مثلا فلان بتونه بگیره. خب معلومه براش بازار سیاه شکل میگیره، معلومه که یه جایی که چی. بعدم ایران یه کشور بزرگه، تو نمیتونی برای 80 میلیون تو 1 میلیارد 1 میلیون و 600 کیلومتر مربع بیای مثلا همه جا نگهبان بذاری بگی من آقا مثلا این قانون گذاشتم چی میکنم. به خاطر همین در حاشیه رمزارزها و در واقع اون بحثی که تو رمزارزها به وجود اومد و یک دفعه اون صرافی ها یک دفعه جهش فوق العاده ای از خودشون نشون دادن که همین الان هم عملا نمیدانیم در چه فضایی دارن میرن، چون شفافیت کافی ندارن و چون اون رگولاتور نیامده برای این نیاز بازار یک پاسخ رسمی بذاره. یک دفعه دیدیم که این پلتفرم هم اومد. پلتفرم هم ببین مسئله خود پلتفرم نیست، چون مثلا ما یه زمانی هر کوچه‌مون یه دونه تاکسی سرویس داشت، یه اسنپ و یه تپسی و یه ماکسیم و یه دوتا دیگه اومدن همه اینا رو که جمع کردن هیچی، خودشون هم جمع کردن عملا تبدیل شدن مثلا به 2 تا پلتفرم. حالا در نهایت هم ما میدونیم که معمولا یه پلتفرم معمولا در هر اقتصاد دوم میاره. اینجا هم خب به هر حال اینترنت این سهولت معاملاتی رو به وجود آورد. بحث اساسی این بود که این در زیر نظر چه کسی باید باشه و اون خطر خالی فروشی که در واقع از زمان مثلا میگم سکه ثامن اوج پیدا کرد حالا در بازار رمزارزها. خب میدونید چه پرونده های بزرگی هم الان بعضا وجود داره که هستن، یا مثلا موبایل کوروش، موبایل موسوی یا هر چیز دیگه ای که حالا به هر حال تو این فضاها به وجود اومدن. یکی از مثلا نگرانی هایی که ما بعد از این داریم همین فروش اقساطی هاست. الان مثلا اگر یکی از این پلتفرم، یکی از این اسامی که دارن فروش اقساطی سنگین میکنن زمین بخورن، شاید 4 تا از شرکت‌های ما هم در بازار سرمایه با خودشون زمین میزنن، در 20 سال هم در اقتصاد ایران زمین میزنن، چون به هر حال داره قسطی میفروشه، داد و بیداد هم میکنه که من چک نمیگیرم، سفته نمیگیرم. بعد اگر واقعا یه روز این نکول حالا به هر دلیلی میدونی که ما همیشه مردم دنبال یه قوه سیاه هستیم، یه دفعه از یه جایی پیدا میشه و یه بلایی سر اینا میاره. مثلا اینجا بود کی نظارت بکنه. خب از این ورتون بازار سرمایه بهترین فضا وجود داشت، ولی چه وقت این پلتفرم‌ها شروع به اوج گرفتن کردن؟ انتهای 1402. و چه زمانی ما اوج سختگیری ها رو در بازار در واقع گواهی سکه و بورس کالا داشتیم؟ 1402. یعنی من این پلتفرم ها رو، این 500 تا شرکت و این 10 ها در واقع چی رو ناشی از اون سختگیری میدونستم. ما نباید این سختگیری رو در بازار میکردیم. یعنی رگولاتور نپذیرفت که بورس کالا مرجع باید باشد برای تعیین قیمت سکه. یا حالا بعداً هم اومد مرکز مبادله رو به مثلا موازی به وجود آورد. مسئله اینجاست که شما چرا مرکز مبادله تو به اندازه یه پلتفرم نمیتونه جذب چی بکنه؟ اینا یه بحث اساسی هن. ما باید البته من یه مقدارم از این برم واقعا استعداد داشتم که سازمان بورس سختگیری نکنه. یعنی محدودیت هایی که ما الان مثلا چند هفته است که به صورت مداوم صحبت میکردیم در مورد صندوق نقره که این صندوق راه بیفته، ما به هر حال بازار نقره رو از دست ندیم، بازار پلاتین هم از دست ندیم، بازار پالادیوم هم از دست ندیم. اون طرف هم افرادی حالا هستن، حالا از بابک زنجانی عزیز گرفته تا افراد دیگه که سابقه زیادی هم توی این معاملات دارن و اونا هم مدعی این بازار هستن. ما میتوانستیم با یک مقداری سهولت بیشتر، با دادن مجوزهای بیشتر، با کمک به این صندوق‌های طلا برای اینکه تبلیغ کنن. البته من دیدم حالا دوستان آگاه یه سری بیلبورد زدن، امیدوارم که به هر حال این تو بقیه هم به هر حال اونایی که صندوق طلا دارن بیان واقعا این که ما بعدم آخه کسایی میرن سراغ این پلتفرم که افراد خوردن. بله. ببینید این پلتفرم بنکدار بازار نیست که مثلا 10 کیلو 50 کیلو 100 کیلو بیاد بره، داره گرمی و میلی گرمی میفروشه. یعنی شما مثلا 100 صد داره میفروشه که مثلا میشه 1/10 گرم. اینها از اندازه خورد و ما نباید میذاشتیم داخل این من کاری ندارم حالا شما میرو یه پلتفرم بزن مثلا بنکداری طلا بکن، خب اشکال نداره مثلا همه پلتفرم‌ها، یا بیاد اینا رو همون زمانی که داری این کار میکنی یک نظارتی روش بذار و خزانه‌ای که ما باید داشته باشیم. بحث گواهی‌ها
بحث خیلی مهمیه. ما باید این رو واقعا بهش بپردازیم در بورس کالا و بورس انرژی که جاشون اینجاست. دقیقاً. آقا مایان حدوداً 10 دقیقه داریم و من 2 سوال خیلی مهم دارم ازت. یکی در مورد صندوق پتروداریوشه. شما خب صندوق بخش پتروشیمی دارید و خب نمادهای پتروشیمی بسته شدن و در این بسته شدن شما یک سری صدور رو صندوقتون صورت گرفت که به اعتقاد خیلی از فعالان، خیلی نه برخی از فعالان بازار، شما از این بسته شدن برای اینکه یونیت دار جدید AUM جدید بگیرید استفاده کردید و به ضرر یونیت داران یا کسانی که صندوق قبلی شما داشتن رو کار کردید و باعث شدید صندوقتون رقیق بشه و به یونیت دارای قبلیتون اون منفعت بازگشایی پتروشیمیا نرسه. از این برم خب قیمت کارشناسی میزدید و از این جور حرفا. نمیدونم البته قیمت کارشناسی به چه ترتیبی بود یا نبود. الانم صندوقتون حدودا 6-7% نقده، 4% هم سایر سهام رو دارید، حدودا 11-12% مواردی به غیر از پتروشیمیا. حالا ما یه خود هلدینگ‌های پتروشیمیا اینام دارید. داستان چجوری هستش؟ ببین واقعیتش اینه که وقتی ما صندوق پتروشیمی رو زدیم، خب یکی دوبارم با اون موقع صحبت کردیم در موردش، پس پذیرنویسی اینا، ما بحثمون این بود که یک صندوق پتروشیمی خالص داشته باشیم. یعنی خب ما سکتور فاندها رو که تو دنیا در واقع مطالعه کردیم، قدرت این صندوق ها به این بود که بتوانن شاخص صنعت رو بگیرن و داخل صنعت باشن و عملا کار سهامدار خرد رو راحت بکنن، به این خاطر که وقتی میاد مثلا داخل صنعت پتروشیمی مطمئن باشه که صندوق در واقع پتروداریوش بهترین سهام پتروشیمی ها رو داره و ما هم در واقع عملا این خالص بودن رو همیشه حفظ کردیم. به این خاطر به همین خاطر زمانی که نماد بسته شد ما خب یه ارزش هولوش 280-90 میلیارد تومان داشتیم و تقریبا هم خب حالا یه بخش عمده‌اش هم در واقع 50% الان 800 است. الان 800 است و در واقع صف خرید سنگینی هم شد. حالا بقیه صندوق ها هم البته توی مدت صدورشون رو زدن و همه با هم در واقع اومدیم، چون میگم صنعت پتروشیمی داره یک مزیته، حالا چه نمادهای بسته چه نمادهای در واقع باز از مسئله دلار دارن تاثیر میگیرن. حالا این بحث یوتیلیتی برای ما در واقع هنوز هم ابهام داره. یعنی اگر شما الان شفاف سازی ها هم که نگاه بکنید به هیچ جنبندی عملا نرسیده و امروز هم که نماد مثلا تندگویان باز شد با بیانیه ریسک عملا باز شده. یعنی شما باید قبلش بپذیرید که آقا خود سازمان بورس هم بعد از این یک ماهی که در واقع نمادها متوقف شدن هنوز به این جنبندی نرسیدیم که این تاثیر مثبت منفی سنواتی هم هست که الان اگر هم حالا در حال تا برای یه سری نمادها که اصلا کاملا سنواتیه، برای بقیه نمادها هم اشارات یه ماه دیگه همه سنواتی میشه، یعنی دیگه روی پی بی در واقع جاری هم تاثیر نداره. به خاطر همین ما 2 راهکار بیشتر نداشتیم. یا باید اون نمادها رو به صورت شدیدی ما در واقع کارشناسی میزدیم، NAV می اومد بالا و حالا اون یه بحثی بود که شما در واقع با NAV که اینطوری بیاری بالا آیا رخ میدهد یا نمیدهد، چون به هر حال که مطمئن نیستی. مضافاً بر این که حالا رقم هم رقم افسانه‌ای هم مثلا بعضا تا 70 همت هم بحثش میشد. بحثم این بود که حالا بین مبین و فجر هم حالا مسئله هم هست که شما اگر این رو مثلا از اینها برداری از مبین و فجر داری برمیداری دیگه عملاً و خب این دوتا چی میشن و این تأثیری که روی صنعت داشت. ما خیلی بحث کردیم، با دوستان دیگه هم صحبت کردیم، یه چند درصدی هم در واقع کارشناسی زدیم، ولی بعد به اون نتیجه رسیدیم که بیایم عملا این شرایط رو حفظ بکنیم، چون اگر نمیدونم خب باید اصلا NAV هم که رشد نمی‌کرد، یعنی خب دارنده باید در دوره رشد بازار هم عملا بازار میرفت کنار دیگه، چون به هر حال NAV هم تقریبا سر جاش میموند، از زیر شاخص میافتاد و عملا هم اگر ابطالم میزد صندوق هم دوچار مشکل در واقع تامین نقدینگی میشد دیگه. شما به هر حال کلی نماد بسته داری، نمیتونی هر چیز باز داری بفروشی و اونا رو بذاری بمونه. به خاطر همین واقعیتش با بقیه صندوق ها هم که صحبت کردیم همگی در واقع به این جنبندی رسیدیم که اضافه نکردن به ابعاد صندوق عملا اشتباهه. به همین خاطر ما اومدیم اونجا رفتیم سراغ مثلا هلدینگ خلیج فارس.
خب الان 18% صندوق تقریبا هلدینگ خلیج فارس، تمام نماداش هم بسته است. یعنی ما هر چی هلدینگ خلیج فارس خریدیم که الان یعنی اون موقعی که حالا NAV بود و زیر NAV من فکر کنم بالای مثلا 150% والا NAV عملا داره معامله میشه. خب ما عملا اینو اضافه کردیم 18% از صندوق که حالا رشد کرد، عملا 18%ش تقریبا اینه که میشه یه چیزی در حدود 160 میلیارد تومان دیگه. یعنی اگه ما 50% روز اول هم 140 تا بود، 160 دیگه به اون نماد بسته ها اضافه کردیم. هولوش 45-6% چی الان این سه تا هولدینگن، یعنی فارس، پارسان و تاپیکو که هر کدومشون به یه نسبتی سهم دارن. یعنی پارسان خب به هر حال نمادهای بیشتری در متوقف داره، چه زاگرس چه پردیس و اونها، و عملا ما اون نسبت نمادهای متوقف رو حفظ کردیم. مضافاً بر این که با توجه به خریدهای جدیدی که صورت گرفت NAV بالا اومد و اونایی که الان نمادها مثلا شما بگی 50% نمادهاش مثلا بسته بودم، اونم داره سود میکنه در همینجا. مضافاً بر این که اگر اتفاق خاصی بیفته تو نمادها تو بازگشاییشون، هم تو هولدینگ هم تو پارسان هم تو تاپیکو و هم تو نمادهای بسته این اتفاق میفته. الان هم که دیدید که حالا صفحه خرید هستیم و ما هم البته دوست نداریم والا، چون یا مزیتی که صندوق‌های مثل پتروداریوش برای مردم دارن اینه که اولا صفحه خرید ندارن، صفحه فروش و خرید نمادم متوقف نمیشه. یعنی یه دلیلی که الان تو این دوره رشد دارن صفحه خرید و فروش، خیلی کم متوقف نمیشن. مضافاً به اینکه ما متعهد هستیم از NAV استفاده، یعنی NAV رو حفظ کنیم. حالا شما بعضا میبینی الان هولدینگایی داریم ما 50% NAV 40% NAV دارن معامله میشن، ولی ما همیشه باید روی NAV بمونیم و نمیتوانیم NAV رو رها بکنیم. و همین هم باعث شد که خدا رو شکر هم این صندوق رشد کنه، هم صندوق بعدی معتداریوش هم که هفته پیش در واقع پذیرنویسی کردیم و انشالله هفته آینده نمادش باز میشه، مورد استقبال قرار بگیره. به نظر ما صندوق‌های بخشی به خصوص برای سرمایه‌گذار خارجی، چون حالا به هر حال خارجی‌ها که میان دیگه نمیان بگردن دنبال زاگرس و فناوران و نمیدونم خارک و اینا ببینن کدومشون بهتره اینو بخرن، میرن یه صندوق سکتور فاند میخرن که عملاً بهترین رو از نظر دید محلی رو اینا داشته باشه. بسیار عالی. مثلا آقای ماسک میاد ایران، اصلا مخصوص اون زدی دیگه اصلا کلا حالا به هر حال مجموعه، حالا شما هم که خدا رو شکر چی مجموعه کیا مثلا داشتم شوخی می‌کردم بابا اینا ماسکو که دیشب خبرش میشیده بود. اصلا کلا شایعاً ببین باید بازار به این سمت بره. یعنی شما هم در دنیا می‌بینی که مثلا کسی که میره مثلا سرمایه‌گذاری میکنه در بازار، میره صندوق میخره برای بچه‌اش، نمیره مثلا شرکت مثلا مسترکارت بخری که معلوم نیست حالا 2 سال دیگه هست نیست. دیگه صندوق بخری که خیالت راحت. ما وقتمون خیلی کمه، خیلی کوچولو خلاصه میخوام راجع به ترجیحات سرمایه گذاری صحبت کنم. و اولش در مورد بازار گفتی، یه جورایی من از حرفات اینجوری استنباط کردم که داره میگه الان وقت خرید با دیدگاه فروردین و اردیبهشت و اینا، یعنی بهمن رو یه مقدار ماه پر افت و خیزی تلقی کردی دیگه، تقریبا از حدوداً 10-20 اسفند که خود شرایط آروم میشه احتمالاً وضع مساعد بشه. الان چه جوری میبینی بازارا رو؟ چقدر سهام با درآمد ثابت، طلا و سایر بازارا؟ سریع ببین واقعیتش اینه که ما تو ترجیحات خب همچنان به خاطر اینکه رشد اقتصادی نداریم و تورم اونم نسبتاً بالا است، خب بحث طلای حالا یه مقداری از پورتفولیو معمولاً همیشه این طلای داره به خودش اختصاص میده. اما من به نظرم دولت در فضای بازار سرمایه چاره‌ای جز اصلاح قیمت گذاری دستوری نداره و الان هم داریم میبینه که نمیشه نرخ بهره رو واقعا از این جایی که هست بالاتر برد. یعنی دیگه به قول معروف تا ته گاز فشار داده. اگر این رو بخواد بیشتر بکنی با 10,000 همت مثلا نقدینگی شما بخواد 30% نرخ بهره بزنی، سال دیگه 30% از اینجا میره تو نقدینگی. تو هم بخوای مثلا 20-25% هم نقدینگی رو اضافه کنی، سال دیگه میشه 50% نقدینگی، وقت دلار تو میشه 150 تومن. یعنی یه جاهایی هم دیگه الان دیگه واقعا جا نیست برای این کار. دولت حتما باید خصوصی رو از سر بگیره، حتما باید دست جلجا رو انجام بده، حتما باید تامین سرمایه شرکت ها رو بیاره به بازار سرمایه. به همین خاطر من فکر میکنم این چیزی که شروع شده که الان از چند درصد سهام هلوش مثلا 70% 65% سهام، مثلا 10% 30% هم که اون بذاری، مثلا 5-6% هم برای اینکه اموراتت بگذره در واقع درآمد ثابت داشته باشه که اگه موقعیتی پیش اومد در واقع بتونی خرید بکنی. یا اگر حالا بازارم به هر حال میگم هنوز اون استیبل داغی نیست که شما به هر حال به هر لحظه بخوایم به شاید بتوانی نقد کنی، ولی من به نظرم شاید مثلا
40 مثلا 35 سهام 35 صندوق ها شاید مطلوب تر باشه به لحاظ انگیزه های نقد شوندگی و این دوره هم دیدیم خلا دوره در واقع صندوق ها داره پررنگ تر میشه. دقیقاً. خیلی ممنون از شما همایون دارابی عزیز که در این گفتگو با من بودید. گفتگو کردم با آقای همایون دارابی، مدیر عامل سبدگردان داریوش. صحبت آقای همایون رو شنیدیم، در مورد وضعیت بازار، در مورد پلتفرم‌های طلا هم گفتگو کردیم. وقتی نیست به رسم روزهای چهارشنبه. در ابتدا آرزوی عاقبت به خیری برای فرزندان سرزمینمون و سپس سربلندی کشور عزیزمون ایران رو دارم. خدا نگهدار. کیانکست، مکسی برای سود.